سلام، من یک مادر شیرده هستم. به من توصیه شده که قرص آهن و مولتی ویتامینم رو تا 3 ماه پس از زایمان مصرف کنم. در طول روز 8 تا 10 لیوان مایعات از جمله آب، شیر، دوغ کم نمک و آب میوه طبیعی مصرف کنم. در برنامه غذاییم گوشت، حبوبات، غلات، لبنیات، ماهی و زرده تخم مرغ قرار بدم. چای غلیظ و نوشابه مصرف نکنم چون باعث تحریک پذیری و بی اشتهایی نوزادم میشه. فعالیت ورزشی مناسب جهت حفظ سلامت جسمانی و سلامت روانم داشته باشم. متشکرم.